سترمران اومده سترمران اومده کله چراغ په دنیا کې لرحمان نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن نومه د قرآن سترمران اومده سترمران اومده کله چراغ په دنیا کې لرحمان نومه د قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. از او خاطر موضوع نماز خیلی اهمیت داره. پیغمبر علیه السلام 50 نماز الله متعال فرض کرده بود. پیش موسی علیه السلام که آمد برش گفت که نه، پس برو با پیش الله متعال، امت توانی 50 نماز نداره، به خاطر که تخفیف بیاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر مرتبه میرفت و نمازها کم شده میرفت. بعد از اینکه در 5 نماز رسید، باز موسی علیه السلام میگفت که برو از یم کم کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت که دیگه ما شرمم میاد، خجالت میکشم که برم از این قدم کم بکنم. از او خاطر 5 نماز ما برابر 50 نماز فضیلت داره. یعنی امو ثوابه که الله برای 50 نماز میداد، در 5 نماز ما هم میده. اینا شما فکر بکنه که یک نماز کسی قضا کنه، مثل که 10 نماز چی کرده باشه؟ قضا کرده باشه. به خاطری که امو قدر که ثواب داره، امو قدر عذاب هم است. مسئله نماز خیلی اهمیت داره. انسان باید خیلی پابند باشه و پابندی در وقتش، پابندی جماعتش، پابندی درست خواندنش که به درست خوانده شود. افسوس است که حالی در این رمضان مبارک شما در مسجدها میبینی که چه حالت سری نماز است. نماز ای طور کرده که نه جو میده میده کرده، نه قیامش مانده، نه رکوعش، نه سجدهش، نه قایدش، نه دعاهایش. عجیب ریشخندی را سری عبادت الله شروع کرده. تاسف است یک کس یک آدمی غیرتی پیدا نمیشه که مولا را از جاغش بگیره که پیغمبری کار کرده یا نه، صحابه کرده یا نه، تابعین کرده یا نه، تبع تابعین کرده یا نه. این در کدام کتاب صحیح میشه این نمازی که تو میخونی؟ این کدام جای است که تراویح را فقط زفت و پرود باشه، زفت و پرود عسکری ولار سی او شاگرس کینگرسو اینی گپا باشه؟ این در یک جای نیست. ملت تعالی را آگاه نیست. کسی که آگاه شو یقین بکن مولای خدا ادام میکنه. کم گپ نیست تمام رمضان تو را از کلی فضیلت محروم بسازه، بلکه نه محروم، در گناه مبتلا بسازه. چرا؟ سری عبادات الله استهزا کرده ای. سری عبادات الله استهزا کردن اگر قصدن باشه کافر میشه آدم. پس چطور شده میتونه؟ خب ملت نمیفهمه، از همه خیر محروم شده، فکر میکنه که ما خیلی کمایی کردیم. اونطور نیست. انه هو السمیع البصیر، یقینا الله متعال هو امی الله السمیع شنونده است، البصیر بیناست. این دو مطلب داره. یقینا الله متعال شنونده است. پیغمبر علیه السلام در کدام جاها کی برده، در کدام جاها کی برش نشان داده. این چیست؟ لیاقت در پیغمبر دیده که این لیاقت داره که باید در اوجا برده شوه، مقامات برش نشان داده شوه و اینی قسم توفه ها برش دیده شوه. او سمیع است، میشنوه کسی که اراده ازیره داره که چی چیز برش داده شوه و میبینه کی اهلیت و لیاقتش داره. اینطورام نیست که اگه انسان هر چیز میخواه الله برش بده. تا وقتی که الله اهلیت و لیاقت همون چیز برات ندیده، الله برات نصیب نمیکنه. دین روزان براتان گفتم که زمان عمر ریک از دستتان صادر میشد، شکر الله را بکشه که الله توفیق براتان داد، شما را اهل یمی عمل نیک ساخت. شما باید بدانید که الله سرتان احسان بزرگ کرده، وگرنه مطالبات خیلی زیاد میشه، هر کس سوال میکنه، اما الله متعال هر سوال هر کس اجابت نمیکنه به خاطر که اهلیتش نداره. یک معنی است. این راجع به خود وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم، مقام و منزلت پیغمبر علیه السلام اشاره است که رسول الله امی اهلیت و امی منزلت پیش الله متعال داشت. از او خاطر به این سفر عجیب و این سفر غریب ای را سرفراز ساخت. دوم این متعلق دیگرها هست
کسایی که راه انکار در پیش گرفته بعد از خبر دادن حالات معراج. الله میگه انه هو السمیع، یقینا الله شنونده است کسانی که زبان طعن و اعتراض انکار در پیش گرفتن شروع کردن، تبلیغات شایعات در مورد پیغمبر. البصیر، میبینه کلگی را که عملا چقدر مخالفت امی دعوت رسول الله را و امر معراج کرده، الله قطشان میفهمه. و آتینا موسی الکتاب، اولی اعزاز موسی علیه السلام بیان میکنه. شریعت پیغمبر علیه السلام و موسی علیه السلام با هم نواسته و بزرگترین کتابایی که الله متعال روان کرده برای تفصیل احکام قرآن کریم و تورات است. مبارزه موسی علیه السلام هو به هو مشابهت با مبارزه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد. از همون خاطر تمام حالاتی که با موسی علیه السلام پیش شده با پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش شده. امت از او کثیر است، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم کثیر است. از او خاطر حالات موسی علیه السلام بیان میکنه. موسی علیه السلام به چی چیز اعزاز داده؟ مثل که رسول الله را اعزازش به معراج داد، موسی علیه السلام به چی داده؟ به دادن کتاب تورات. معلوم شد که الله متعال کتاب دادن به یک امت ای خودش یک اعزاز بزرگ است. چرا؟ کتاب مایه هدایت است، از او هدایت خود میگیره، عمل میکنه، به سعادت و نیکبختی خود نائل میشه. خب به شرطی که از این کتاب فایده گرفته شود. بنی اسرائیل از همین کتابی که خیلی تفصیل هدایت و تعلیمات نیکبختی را کرده بود، همین بنی اسرائیل استفاده نکرده. دو مرتبه نعوذ بالله سرپیچی بنی اسرائیل، تجاوز بنی اسرائیل، فساد بنی اسرائیل الله در اینجا ذکر میکنه. او وجهش هم الله بیان میکنه که چرا الله یار ذلیل میکنه، به خاطری که غفلت از کتاب خود کرده. و آتینا موسی الکتاب، ما داده بودیم به موسی علیه السلام کتاب تورات، و جعلناه هدى، گردانیده بودیم همین کتاب هدى، ذریعه هدایت، پروگرام جامع هدایت لبنی اسرائیل، برای کل مخلوق نبود، برای یک قوم بود. امو کتاب فقط برای هدایت قومی خاص بود، برای عموم مخلوق نبود، مثل کتاب الله قرآن کریم واره. برنامه هدایت برای بنی اسرائیل بود. مهمترین موضوع در او کتاب کدام بود که خیلی تاکید سرش شده بود و بنی اسرائیل مکلف بود که از اون نقطه قطعا انحراف نکنه. او نمو نقطه بود الله تتخذوا من دونی وکیلا، که نگیره بغیر از ما کسی را وکیل کارساز جور نکنه، اتکا و اعتماد بالای کسی دیگری نکنه غیر از الله متعال. از همون خاطر اینجا اعلان حکم توحید الله متعال در تورات کرده. تورات مشتمل به هزارا احکام است، اما الله متعال یک نمونه از او را یا امر مهم تورات برای ما ذکر میکنه. اشاره به ایست که در تمام امتهای سابقه تاریخ گذشته مهمترین موضوع توحید و شرک بوده که مردم توحید رعایت کنه و شرک خودداری بکنه. این جنبه عملی بود که از تورات شما باید درس بگیری، در عمل پیاده بکنی که غیر از الله به کسی دیگر اعتماد نکنی، کسی دیگر کارساز نگیری، مشکل کشا نگیری، حاجت روا نگیری. این نمون موضوع مهم است که این امر بنی اسرائیل خلاف کرده، که خلاف کرد الله به عذابا مبتلا کرده. شما خب دقیق شوی کدام جزاهایی که اینجا الله متعال برای بنی اسرائیل داده، قومای غیر سری بنی اسرائیل مسلط کرده، چی اعمال کردارای ناشایسته را انجام داده، امروز سری خود میبینیم ما و شما، سری خود مکمل میبینیم. علتش ایست که ما امی موضوع مهم توحید الله را که اعتماد بالای الله بکنیم، تمام توکل ما سری الله متعال باشه، سری دنیای غرب نباشه. زندگی ما میچرخه با محور داد و گرفت الله متعال، نه با داد و گرفت دنیای غرب، جامعه جهانی. اما افسوس است امروز علمای ما آمدن همی گپ نعوذ بالله غلط توجیه کردن، گفتن بی جامعه جهانی ما نمیتونیم، همی گپا را گفتن. اونمو حالت سر ما آمده. امروز شرک به اوج خود رسیده، یک منطقه خالی نیست، یک بابا به خود داره در گرد قبرش مردم او را مشکل کشا میدانه. یعنی حالات ماست. قرآن برای ما چی بیان میکنه؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین. اما ما علنا به سطح دولت، رسمی دولت، مراکز شرک جور کردیم. حتی از طریق دولت نفر موظف است اجاره داده، زیارت اجاره داده شده، شاید دوشمشیره برای حج و اوقاف اجاره داده شده، همه ساله. یعنی قدر پوله از همون نفری که اونجا
جادو کده رایسته، مردم فریب داده رایسته، از امو گرفته رایسته به سطح رسمی. خیر چه قسم رحمتی الله بیاید، چه قسم ما مورد احسان الله متعال قرار بگیریم زمانی که شرک به وجه رسمیش دعوت میشه و رونق برش داده میشه. نوروز چقدر رونق میدن، جنده بالا کردن که کاری کیست، از کجا پیدا شده، این دین است، این کدام چیز است؟ فقط عنعنه را از قرآن پیش میدانه. کل گپاییست که امر باستانی ماسته، دیگه مردم از دین سوال نمیکنه. مردم هم میگه پاره میگه ملاهای ما دفاع از نوروز نکرد، در رادیوها و در تلویزیونا مردم به مو شرک نمیکشانه. ملاهای ما صرف به خاطر ازی که از کدام جای برش پول داده شده یا موتر برش استاده شده که ایره تو خراب نکنی که فرهنگ ماست. این فرهنگ ما باید در این امت زنده باشه. مسلمان تابع فرهنگ کسی نیست، از پدرش فرهنگش باشه که خلاف شریعت باشه در زیر پای باشه اگر واقعا مسلمان است. اگر نه که مسلمان نباشه دیگه تابع دیگرا باشه و جدا مسئله است. بیا علی بر ما معلوم میشه ذریت من حملنا مع نوح. هر کس که وقتی میگه اینی کارو بکن میگه پدرای ما کرده. الله متعال میگه در پدرا نوح علیه السلام هم است، در پدرا ابراهیم علیه السلام هم است. تو یک پدر میگیری دیگه پدرها را اله کرده. او پدر بگی که در جهان شهرت داره، او پدر بگی که الله تاریخ سعادت و نیکبختیش بیان میکنه برای تو که تابعداری از این سبب نجات است. او پدر نمیگیری، پشت پدر نزدیک گشته رایستی. الله متعال بنی اسرائیل تنبیه میده که ای بنی اسرائیل شما خو راههای غلط و انحراف تلاش کرده اما راه نوح علیه السلام تعقیب نکرده، در حالی که اولادی نوح علیه السلام بوده. پس مثل که اولادی پدرای نزدیکتان هستی، اولادی نوح علیه السلام هم هستی. نوح علیه السلام چی دعوت کرده بود، کدام طرف رفته بود، شما چرا نمیری؟ ما همینطور است، به ملت ابراهیم علیه السلام هستیم لیکن کارای ابراهیم علیه السلام خوش نداریم. او موحد بود، ما مشرک هستیم نعوذ بالله. او تکیه‌گاهش الله متعال بود در هر مرحله. او به فرمان الله مکمل تسلیم بود، زن فرزند خودش مکمل، و ما نه، ما تسلیم نیستیم. ذریت من حملنا، یاد کنه ما پیدا کردیم. همین بنی اسرائیل الله میگه که ذریت من حملنا، ای اولاده بود از او کسایی که ما برداشته بودیم مع نوح، امرای نوح علیه السلام سوار کرده بودیم امرای نوح علیه السلام در کشتی، بقایای از او بوده، باید پیروی از نوح علیه السلام میکرده. چرا کشتی را نوح علیه السلام جور کرد؟ با کدام مقصد جور کرده بود؟ قوم غرق شد. چرا غرق شد؟ به خاطری که گپی نوح علیه السلام قبول نکرد. گپی نوح علیه السلام چی بود؟ ان اتقوا الله و اطیعون، از الله بترسه، شرک نکنه و تابعداری مرا بکنه، به نقشه ما عمل بکنه، عبادت الله را و عبادت خاص برای الله بکنه. خب مردم نپذیرفت، الله متعال کلگی غرق کرد. انه کان عبدا شکورا، نوح علیه السلام بنده یک شکرگزار بود، در مقابل نعمتهای الله بسیار شکرگزاری میکرد. خب شکر اینجا چی معنا میده؟ انه عبدا شکورا، این شکرگزار بود، معتقد به توحید الله بود، استوار به توحید الله متعال بود. چرا؟ بزرگترین شکرگزاری معتقد بودن به یکتا پرستی کیست؟ الله متعال است. و قضینا الی بنی اسرائیل، ما اعلان کرده بودیم، اعلان فیصله خود کرده بودیم. قضا فیصله را میگه، حکم میگه، اینجا مراد از پیش اعلان حکم است. ما اعلان حکم خود کرده بودیم برای بنی اسرائیل. چرا؟ اینه چرا بیان میکنه الله متعال؟ عبرت شوه برای حاضرین. فی الکتاب، در کتابشان معلوم شد غیر از تورات دیگه کتاب امرایشان بوده، در کتابایشان اعلان الله متعال گفته بود لتفسدن فی الارض، که خامخا شما فساد میکنه در روی زمین، مرتین، دو کرت، دو مرتبه شما در فساد واقع میشه، گناه ها را شروع میکنه، راه توحید و یکتا پرستی را اعلام میکنه، انحرافات پیدا میکنه، طغیان میکنه. از او خاطر الله میگه ولا تعلن، خامخا شما از زورچلانی کار میگیری، یعنی شما چیست؟ بالای دیگرها خود زوراور ثابت میکنه. علوا کبیرا، به سرکشی خیلی بزرگ، حق بنده ها را رعایت نمیکنه و حق الله را. فساد هم در روی زمین شروع میکنه. بزرگترین فساد توسط شرک است، توسط نتسلیم شدن به نظام الله متعال است و خود کلان تراشی و نعوذ بالله سر دیگه مردم بالا گرفتن که اصل سببش تکبر است، مثل ابلیس واره. و امی خوی و خاصیت تا الحال در یهود
در سرشتش موجود است. یهود کسی را دعوت نمیده به سوی خود. چرا نمیده؟ به خاطر که میگه کسی که در نسل ما نیست در مرتبه ما نمیرسه، دیگه کسا را قطع خود منظم نمیکنه. ما میگه این قدر این دنیا به وجه ما پیدا شده، ما باید حاکم باشیم، این کلش خادمای ماست، مال این مردم خوردن میگه برای ما جایز است. این نمو انحصار طلبی و نعوذ بالله خود ستایی یهود بوده. از همون خاطر جهان مکمل از یهود نفرت داره. این که بنی اسرائیل امریکا یک چونی و سنگر برای خود در مقابل اسلام جور کرده تقویت میکنه جدا موضوع است، وگرنه کل جهان نفرت از یهود داره. اگر نصاراست، اگر مسلمان است، اگر کلی بت پرستاست، هندواست، یهود خوش نداره. او چرا؟ به خاطر که یهود حس خودخواهی داره، یهود انحصار طلبی را برای خود میخواه. از همون خاطر دعوت از او وجود نداره. نصرانی دعوت میکنه و دعوت نمیکنه. الله متعال حالات از را بیان میکنه که دو مرتبه شما فساد میکنه. یکیش در شریعت موسی علیه السلام، دیگه فسادشان در شریعت عیسی علیه السلام. دو موقع زرین و طلایی برش میاثر شده بود. موسی علیه السلام با کتاب آمده بود، نظام تشریح کرده بود، بعد یا عمل میکرد، لیکن یا امی کتاب الله را نادیده گرفت، با جای از اینکه عمل بکنه پشتی سر انداخت، در قصهش نشد، آرا و نظریات خود نعوذ بالله پیش کرد، دمو کتابای خود تحریفات شروع کرد، گپای خود داخل گپی کی ساخت؟ گپی دین ساخت، معرفی برای مردم گپی دین میکرد، حالا که گپی یک شخص میبود. اصلی حقیقت وحی آسمانی مکمل مزمحل شد، از بین رفت. مردم نمیفهمید که وحی کدام است، گپ یک آدم کدام است. از او خاطر فساد شروع شد. الله متعال میگه دو مرتبه شما این کار میکنه. فاذا جاء وعد اولاهما، زمانی که بیا وعده اولش، یعنی از دو وعده اول بیا، بعثنا علیکم، ما برمی انگیزانیم، میفرستیم بالای شما، عباد لنا، بندگان خدا. مراد از بندگان مخلوق خدا، اینطور بنده نه که و اطاعت الله را میکنه. اگرچه بعضی مفسرین از کلمه عباد میگه که مراد از این بندگان واقعی الله متعال بود، یعنی خیلی پابند اطاعت الله بود، لیکن نه، اینجا مراد بخت نصر است، پادشاه ظالمی که امی یهودا گرفت از فلسطین کشید، یارا جلاوطن کرد، کلی از یارا قتل و قتال کرد، اونو مراد است. سری مرکزی امی یهود بیت المقدس بود. بیت المقدس 6 مرتبه مورد تجاوزات بیگانه ها قرار گرفته، از طرف پادشاه مصر، از طرف پادشاه روم، از طرف بخت نصر، 2 مرتبه از طرف بخت نصر شده و همچنان دیگه ممالک نزدیکش. از امو خاطر این مرکز مذهبی یا مرکز دینیشان که بیت المقدس بود، با جای از اینکه حفاظت از را میکردن یا چون به فساد آغشته و مبتلا شدن، اینی مرکز از دست دادن، جلاوطن شدن، که اون واقعاتش الله متعال در سوره بقره ذکر میکنه که در پیش پیغمبر خود رفته بود برای ما قماندان تعیین کو، به خاطر که حالات ناگوارش آمده بود. وقتی که رجوع به سوی کتاب الله کرد، الله پس برشان عزت داد، اما باز نگاه نکرد. اینجا الله متعال امیر میگه اولی باس شدید، روان کردیم بندگانی که برای ما بود. اشاره به ایسته که اینمی چیست، امی کسایی را که الله متعال میگه ما روان کردیم، از جهت ظلم و طغیان ای بنی اسرائیل بود. معلوم شد که هر قدر ظلم که سر انسان میشه یا پادشاه و امرای ظالم میایه، این نتیجه عملکرد خود انسان است، که خود انسان وقتی تسلیم نشدی، الله متعال طور کسای بیرحم سرت مقرر میکنه که گپی تم قبول نمیکنه. امروز ما همونطور هستیم، در بدر یک موضوع در یک محکمه حل نمیشه، اینطور شوی که بیخی دیگه خسته و مانده شوی، تیر میشه از چی؟ این به خاطر ازیسته که ما پابند نیستیم، ما تسلیم نیستیم به حکم الله. از او خاطر امی قسم مردمای ظالم و رشوتخوره الله سر ما چی میکنه؟ مسلط میکنه. چرا؟ به خاطر نتیجه اعمال خودی ماست. اولی باس شدیدین، که صاحب کارزاری سخت بودن، یعنی جنگی بودن، جنگجو بودن. فجاسو خلال دیار، پس در می داخل میشدن در مابین خانه ها. از این معلوم میشه که سختترین جزا کدام جزاست؟ که انسان نعوذ بالله آبرویش بریزه، غیرتش از بین بره. امروز ببینی همین نکته ها را خوب دقیق شوی. آیا کدام مسلمان در افغانستان کدام بزرگیش، اما وزیر دفاعش منع کرده میتونه نیروی امریکایی را که در خانهش داخل نشوه؟ جنرالای ما زنایش تلاشی کرده، دگروالای ما بی عزت شده. خود امی حالت سرت ما آمده. علت چیست؟ علت چرا اینطور هستیم؟
عزت ما آبروی ما پایمال شده از دستی کفار. ما که در خود نمیگیریم جدا موضوع است. اگر یک کمی دقیق شویم یک کمی ببینیم هیچ عزت و آبرو بر ما نمانده. چرا؟ به خاطری که در یک خانه مسلمان که در سر کوی هلمند است اگر داخل شو مستی که در خانه تو داخل شد. اگر غیرت داشت روی اگر مسلمانی واقعیستی، اگر مسلمانی واقعیستی غیرت داری، داخل شدن یک نجس و پلیتی امریکایی در یک خانه این در حقیقت در خانه توست. به عزتی و خواهر به عزتی خواهر موتوست. چرا؟ مؤمنا کلش یک برادر هستند، یک وجود است، یک وجود، یک وجود است. امروز است که ما را همی کفار جدا جدا کرده، پراگنده ساخته. هر قدر که درد سری دیگران میام ما خوش میشیم که خوب کرد چه دمی وطنی ما و شما زمانی که میبینه که کفار چی نعوذ بالله ظلم های میکنه دیگه مردم میگه خوب کرد چه امی کار نمیکرد. کدام کار نمیکرد؟ جهاد میگه نمیکرد، اینطوری را میگه. امی حالت است. الله متعال حالت بنی اسرائیل ذکر میکنه که بدبختی سرشان آمد، ظلم کردن، اعراض از کتاب تورات کردن. الله متعالی طور بندگان جنگجو را مسلط کرد که در خانه هایشان داخل شدن، عزت و آبرویشان ریخت. قرآن کریم این موضوعات بار بار بیان میکنه. فرعون همیطور نبود، تلاشی نمیکرد، نعوذ بالله شرمگاه های زنایشان معاینه نمیکرد، در زنا نگرفته بود. الله امی و حالات بنی اسرائیل در کتاب در قرآن برای ما ذکر میکنه. علتش چیست؟ علتش ترک عمل کردن به احکام الله، به نظام الله. ما نظام الله را اعلا کردیم، قرآن اعلا کردیم، میرویم پشت دموکراسی، دنبال دموکراسی. ما کم گرفتیم شه که ما نمیمانیم شه. چرا؟ به خاطری که اینجا هوسای ما نعوذ بالله پوره میشه، هوسخواهی ما پوره میشه، میدان آزاد است. نعوذ بالله عیش و عشرت خیلی زیاد برای مردم مهیا شده. این را مردم بیدینی میگه، این دین نیست. غیرت رفته، همه چیز رفته. و کان وعدا مفعولا، بود اینمی وعده ای که الله متعال در کتابا ذکر کرده بود این شدنی بود، الله نوشته کرده بود. اما الله ظلم کرده؟ نه. به الله معلوم بود که قوم بنی اسرائیل مایه عزت میدم تورات، بجای از اینکه تورات عمل بکنه یا منحرف میشه یا فساد شروع میکنه. از او خاطر نتیجهش این میسته که ظالما سرش مسلط میشه. این ظالما چرا مسلط شوه؟ یک کمی به هوش بیا تا که گپ نشده باشه انسان بسیار غافل می باشه. امی مداخله روسا ما و شما را بیدار کرد، هجرت ما و شما را تکان داد. ما فهمیدیم که قدری این خانه چقدر است، قدری میوه چقدر است، قدری زمین ما چقدر است، قدری جوی چقدر است، قدری منطقه و قریه چقدر است. رفتیم در دشتای سوزان پاکستان، اونجا در زیر خیمه ها از دست عرق بگوی نفس کشیدن نمیتونستیم. جاهایی که حتی در اونجا گشتم و مار زندگی نمیکرد ما مسلمان ها زندگی کردیم. این برای تنبیه است، این برای عزیزه که ما یک کمی احساس بکنیم که آیا نعمتهای الله را شکرگزاری کردیم یا نه. امن آمده بود در افغانستان، در کل افغانستان یک جای آواز قرآن وجود نداشت، در یک جای آواز قرآن نبود. اما در قریه کو هم یک توی افت شو رقاصا رقص میکرد، دولچا دول میزد. بیدینی در حد خود رسیده بود، نماز نبود. شما باور بر الله بکنیم، این را بار بار گفتیم، گم شده بود. 7 روز بعد در مسجد پیدا شد، پلال خورده با مجردی که قطی سر زده بود. دروازه مسجد پس پیش شده بود، گو دوجه 7 روز بعد در مسجد پیدا شد. این حالت افغانستان بود. الله متعال انقلابات دیگرگونی را اموتور نآورده، این را او وقتی آورده که ما بالکل منحرف شدیم، بالکل الله را از یاد فراموش کردیم. نه درس بود، نه قرآن بود، نه حدیث بود، هیچ چیز نبود. تنبیه داد ما را الله متعال، سرازیر شدیم، تکلیفا را دیدیم. کدام بی‌عزتی نبود. مهاجرینی که در ممالک غربی رفته شما سوال بکنی، پرسان بکنی، تنها در یک کشتی هایی که از راه ترکیه در یونان رفته، کدام بدبختی هایی که در یونان سری مهاجرین شده، کدام گپ نیسته. در ایران که مهاجر شده زن یک طرف از پیش میبرد، مرد دیگه طرف. یک هفته بعد زنا به مردای خود تف میکرد که این لعنت سر شما که ما را این طرف آوردی، شما هم غیرت داری، شوهرای خود تف کرده. کدام گپا نبود که سر ما نآمد.
پکې توحید هم دغه تلاوي دي شتا پکې توحید هم دغه تلاوي دي هم پکې